مزمور 14. تفکر افراد فاسد. احمق در دل خود میگوید که خدایی نیست. کارهای خود را فاسد و مکروه ساختند و نیکوکاری نیست. خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. همه روی گردانیده با هم فاسد شده اند، نیکوکاری نیست یکی هم نی. آیا همه گنهکاران بی معرفت هستند که قوم مرا میخورند، چنان که نان میخورند و خداوند را نمیخوانند؟ آنگاه ترس بر ایشان مستولی شد، زیرا خدا در طبقه عادلان است. مشورت مسکین را خجل میسازید، چون که خداوند ملجای اوست. کاش که نجات اسرائیل از صهیون ظاهر میشد. چون خداوند اسیری قوم خیش را برگرداند، یعقوب وجد خواهد نمود و اسرائیل شادمان خواهد گردید.